سلام، روزتون بخیر باشه. اگه خاطرتون باشه گفتم کاری که من دارم انجام میدم افیلیت مارکتینگ هست یا همکاری در فروش. اگر دوست داشتین برین داخل گوگل سرچ کنین و اطلاعات کسب کنین. خب افیلیت مارکتینگ رو یک توضیح بدم اصلا چی هستش. افیلیت مارکتینگ یعنی یک شرکتی، یک مدیر عاملی، یک صاحب کارخونه‌ای میاد چیکار میکنه؟ میاد یه سری تولیدات انجام میده. حالا این تولیدات وقتی زیاد باشه، وقتی انبوه باشه، برای فروشش به کمک نیاز داره. میاد چیکار میکنه؟ میاد یک طرحی میذاره به اسم همکاری در فروش. میگه بیاین کمک من یک تولیداتی انجام دادم، بیاین کمکم کنین. این تولیدات رو تبلیغ کنین تا به فروش برسه. و من از طریق حالا چیکار میکنه؟ به هر فرد یک لینک میده و میگه که شما برو تبلیغ کن. حالا پیج اینستا داری، سایت داری، کانال تلگرام داری، هرچی، از هر جایی که میتونی تبلیغات رو انجام بدی. البته که شما ثبت نام میکنین، اون شرایط رو میگذرونین که آیا سایتتون بازدید داره، آیا در کانال تلگرامتون و پیج اینستاتون بالای 15,000 فالوور واقعی و افراد اعضای اون کانالتون رو دارید یا نه. اونا بررسی میشه و به شما اجازهش داده میشه که تبلیغات رو انجام بدید. تبلیغ رو که شما انجام میدین، هر چه خب قطعا مخاطبین شما بیشتر باشن به نفعتونه. چرا؟ چون تعداد افراد بیشتری اون تبلیغ شما رو میبینن. حالا میخواد اون چیزی که دارید ارائه میدید محصول باشه یا خدمت باشه، ولی تا به الان بیشتر روی محصول بوده این افیلیت مارکتینگ. جدیداً روی خدمات هم اومده. دقت کنید، شما وقتی تبلیغ رو انجام میدین، وقتی افراد از طریق لینک شما وارد اون فضای سایت میشن، سایت اون تولید کننده، و خرید رو انجام میدن، یه درصدی برای شما لحاظ میشه. البته که اون درصد با توجه به اینکه اون شرکت داخل ایران هست یا خارج از ایران اوناش فرق داره و حالا اون افیلیت مارکتینگ های خارج از ایران یکم سخته برای ما ایرانی ها چون تحریم هستیم و درآمدها خیلی مهمه دوستان که چطوری واریز میشه اینا. نکته که هست اینه که اون افیلیت مارکتینگ باید همه چیشو بررسی کنید، یعنی بدونید که میتونید از عهده معرفی محصولش بر بیایید و قراردادتون رو بررسی کنید، چون پوزیشن رو توضیح دادم و البته توی کلیپ پوزیشن فراموش کردم قرارداد رو توضیح بدم. قرارداد باید داشته باشید داخل اون شرکت و درآمدهاتون چطوری واریز میشه. داخل ایران راحته، ولی اون افیلیت های خارج از ایران یکم کار سخت هستش، چرا که شما هم باید انگلیسی تبلیغ کنید، هم باید درآمداتون رو ببینید چجوری میتونید نقد کنید، چطوری براتون واریز بشه. خب این از افیلیت مارکتینگ. پس به صورت کلی ما یک تولیدی رو تبلیغ میکنیم و با لینک ما که خرید انجام بشه برای ما یک درصدی واریز میشه. به این پروسه میگن کلا افیلیت مارکتینگ یا همکاری در فروش.